امروز میخوام یه راز بزرگی رو براتون فاش کنم. اکثر شکلاتایی که میخوریم اصلا شکلات نیستن. سلام بچه ها، من شهرزادم، کارشناس تغذیه و امروز میخوایم در مورد شکلات حرف بزنیم. از کجا بفهمیم کدوم اصله کدوم فیک؟ خب فرض کنیم وارد یه فروشگاهی میشین و میخواین یه دونه شکلات تلخ بخرین. معیارتون برای انتخاب این شکلات چیه؟ برندش، قیمتش یا کیفیتش؟ خب کیفیت رو میتونیم از کجا تشخیص بدیم؟ اینکه واقعا شکلات واقعیه یا نه. الان اینجا من دوتا شکلات دارم دستم که دوتاشون هم شکلات تلخن و اگر که نگاه کنیم دوتاشون هم خب شکلات تلخن دیگه، چه فرقی داره؟ ولی نه، اصل قضیه اینا خیلی فرق دارن با هم. این شکلات واقعیه و این نه. از کجا تشخیص بدیم؟ بریم. طبق قوانین برچسب‌گذاری کشور تنها محصولاتی میتونن روی اسمشون شکلات بزنن که واقعا شکلات واقعی باشن. این محصولات معمولا توی ترکیباتشون کره کاکائو وجود داره، اما بعضی از محصولات میان چربی‌های گیاهی ارزونتر رو جایگزین این کره کاکائو میکنن و هم ارزونتر در میاد براشون، همون کیفیت شکلات واقعی رو نداره. خب از کجا بفهمیم؟ و ترکیباتش رو نگاه کنیم. اگر کره کاکائو ننوشته باشه احتمال زیاد اون شکلات واقعی نیست. همچنین روی بسته‌بندیش اسم شکلات نوشته نشده باشه، یا اینکه اسمایی مثل فراورده کاکائویی اگه ببینین، یا اینکه توی ترکیباتش کره جایگزین کره کاکائو یا همچین چیزایی، این نشون میده که این شکلات واقعی نیست. خب حالا این دو چه فرقی با هم دارن؟ شاید بعضیا بخورن بگن خب دوتاش هم یه شکلات معمولیه دیگه، چه فرقی داره؟ نه، ولی اینجوری نیست. کره کاکائو یا شکلات واقعی سالمتره، چربی‌های سالمتری داره، خیلی زودتر ذوب میشه در دمای محیط، یعنی اینکه ذوب کردنش زیاد زمان نمیبره ازتون و یک عطر و طعم واقعی شکلات رو شما احساس میکنید. اما اون یکی دسته شکلات ها اون عطر و طعم شکلات رو ندارن زیاد، در دمای محیط سخت ذوب میشن، یعنی اینکه شما برای آب کردنشون یا اصلا تو دهنتون خیلی زمان میبره که این ذوب بشه. خب برای نتیجه گیری الان دیگه فکر کنم فرق این دوتا شکلات رو بهتر متوجه بشیم. البته اینم بگم که شکلاتایی که واقعی‌اند معمولا قیمت بالاتری دارن. مثلا من اینو 95,000 تومان خریدم، اینو 150,000 تومان. خب بیایم با هم دیگه بررسی کنیم. نوشته شکلات و اینجا شکلات نوشته، دوباره نوشته شکلات واقعی. این عبارت شکلات خودش نشون میده که محصول ما یک شکلات واقعی. همونطور که میبینید الان ترکیباتش رو دارم بهتون نشون میدم. اینجا نوشته کره کاکائو. این نشون میده که این محصول ما واقعا یه شکلات خوبه. اما محصول بعدیمون چی؟ نگاه کنین، چیزیه اثری ردی از شکلات میبینید، از عبارت شکلات، نه چیزی ننوشته شده. نگاه کنید ترکیباتش هم براتون میذارم، نمیدونم حالا دقیقا درست بیفته یا نه. اینجا رو بخونی نوشته روغن جانشین کره کاکائو، یعنی خود عبارت کره کاکائو رو مستقیما نیاورده، نوشته ترکیبات جانشین اون. اینا نشون میده که این شکلات واقعی نیست. به این معنی نیست که بد باشه، خب سلیقه‌ایه، ولی اگر میخواین یک طعم واقعی از شکلات رو بچشین مطمئناً. خداحافظ، خیلی دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. من شهرزادم و کلی ویدیو جدید براتون میذارم. اگر سوالی، پیشنهادی، انتقادی داشتین حتما برام بنویسین. خداحافظ.